من برات آسونش میکنم جونی. من املت اسفناج با نون گندم میخوام، فهمیدی؟ حالا قربان. چرا انقدر طولش دادی؟ برش دار. کرانک چی کار میکنی؟ سلام یکم شلوغه. سفارش بعدی. خب حالا که داری درستش میکنی یک مخصوصم بیار با آبگوش. خیلی خوب. دیگه؟ نظرم عوض شد جونی، به جای املت برام پای گوش بذار. بله پای گوش. کرانک میتونم سیب زمینی هم سفارش بدم؟ آها خیلی گرون میشه ها. جونی سیب زمینی هم بذار تنگش. باشه پنیرم روش بریزم. کرانک پنیر چدار بریز. سیب زمینی یا پنیر؟ سیب زمینی بی پنیر. پنیر نه. ولی من پنیر باشه. پنیر دوست ندارم. پنیر نه. پنیر. تصمیم تو بگی. باشه تصمیمم گرفتم. من سالاد سیب زمینی میخوام. ببخشید تولد خانم میشه شما یه لطفی کنید؟ مشکلی نیست، ما همیشه این کار رو انجام میدیم. تولدته.